گاهی وقتا آدم خسته است، ولی نه از کار، نه از راه رفتن یا ورزش. یه جور خستگیه که از تو میاد، از دل، از ذهن. انگار یه بخشی از وجودت دیگه توان ادامه نداره، اما چون نمیدونی دقیقاً چی شده، نمیتونی براش کاری کنی. نمیتونی گریه کنی، نه بخوابی، نه حتی حرف بزنی. حال تو کسی نمیفهمه، چون ظاهرت خوبه. لبخند میزنی و سرتو تکون میدی و میگی همه چی خوبه، ولی خودت میدونی نیست. خودت میدونی که یه چیزی ته دلت سنگینی میکنه. یه چیزی که نه گفتنیه نه فهمیدنی، فقط هست و نمیره. شاید کسی حرفی زده، شاید یه اتفاقی افتاده، یا شاید هیچ چیز خاصی هم نشده. فقط یه روز بیدار شدی و دیدی حال دلت خوب نیست. نه انگیزه ای داری، نه انرژی، نه حتی اون شوق کوچیکی که قبلا صبحها بیدارت میکرد. فقط میگذره، روزا میگذره، تو هم باهاش. اگه الان توی یکی از اون روزایی که همه چی تکراری شده و حس میکنی چیزی توی دلت خالیه، من نمیخوام نصیحتت کنم. نمیخوام بگم قوی باش یا زود خوب میشی. فقط میخوام بگم که طبیعیه. بله، طبیعیه که گاهی ندونی قراره چی بشه. طبیعیه که بعضی وقتا فقط بخوای یه گوشه ساکت بشینی و هیچ کس هیچی ازت نخواد. دنیا همیشه پر از سرعت و هیاهوه، پر از آدمایی که یا دنبال فرارن یا دنبال رسیدن. ولی کسی نمیگه اگه خسته‌ای یکم وایسا، نفس بکش، خودتو اذیت نکن. من الان اینجام که همینو بهت بگم. اگه خسته‌ای اشکالی نداره. لازم نیست هر لحظت پر از انرژی و انگیزه باشه. گاهی وقتا فقط زنده بودن، فقط موندن، خودش یه نوع مبارزه است. ممکنه احساس کنی تنها موندی، ولی باور کن خیلی ها این حس رو دارن. فقط بلد نیستن بگن. آدما خیلی وقتا میخندن، شوخی میکنن، ولی ته دلشون پر از حرف نگفته است. تو تنها نیستی، فقط بقیه هم مثل تو ساکتن. اگه الان داری به این صدا گوش میدی، یعنی هنوز یه جایی ته دلت روشنه. شاید خیلی کم نور، شاید خسته، اما هنوز هست. همون نقطه روشن، همون نور کوچیک میتونه یه روزی دوباره کل دلت رو روشن کنه. فقط باید صبر کنی، نه از روی ناامیدی، از روی مهربونی با خودت، از روی اینکه بدونی تو آدمی، نه ماشین. با خودت مهربون باش، به خودت حق بده. اگه امروز کاری نکردی اشکال نداره. اگه فقط نشستی و فکر کردی، اگه فقط راه رفتی، اگه فقط این صدا رو شنیدی، همینم کافیه. خودتو با روزای خوبت مقایسه نکن. آدم همیشه نمیتونه بهترین نسخه خودش باشه. بعضی روزا فقط باید باشی، فقط نفس بکشی، فقط یه صدای آروم توی گوشت بگه من اینجام، تو رو میفهمم،
و قراره بگذره. هیچ حسی، هیچ لحظه‌ای، هیچ غمی همیشگی نیست. نه اینکه یه روزی همه چی عالی میشه، ولی یه روزی یاد میگیری باهاش کنار بیای. درد شاید تموم نشه، ولی دیگه نمیسوزونه. میمونه، اما اذیتت نمیکنه. مثل رد زخمی که یادآور قدرت توه، نه شکستنهات. زندگی قرار پر از بالا و پایین باشه. قرار نیست همه چی معلوم و مشخص و بی درد سر باشه. اما تو میتونی با همه این ناپایداری ها هنوز همون آدمی باشی که دلش روشنه، که با یه لبخند کوچیک، با یه جمله ساده، با یه حس واقعی دوباره امید رو پیدا میکنه. و اگه امروز نتونستی، اشکالی نداره. فردا دوباره امتحانش میکنی، با یه دل آرومتر، با یه صدای مهربونتر. همین الانم که اینجایی یعنی هنوز تسلیم نشدی و همون کافیه. ممنونم که موندی، ممنونم که به این صدا گوش دادی و بدون اینجا همیشه جایی هست برای وقتایی که حال دلت خوب نیست.